مارتیک خیلی ریلکس و راحت. مارتیک که وامیسته میخونه اینجوریه، ببینید. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای بابا. به ابروهاش هم فشار نمیاد. واسه همین هیچکی مثل مارتیک نمیتونه بخونه. حالا من چیکار میکنم؟ مثلا من این آهنگ ماه در میادی که همین الان با تقریبا صدای مارتیک براتون خوندم، با لطافتش البته، میگم این آهنگ ماه در میاد رو میدیم دست هنرمندای عزیز ایرانی ما، ببینیم اگه مارتیک نمیخوند این آهنگو هنرمندامون چجوری میخوندن. هر کی به سبک خودش میخوند. اولشو میدیم دست ابی عزیز. اگه آهنگ ماه در میاد رو میدادن به ابی عزیز، ابی اینجوری میخوند: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه. بابا سب کن، اینو باید با لطافت اجرا بکنی. داریوش با شمام. ببین اگه ماه در میاد میخوندی چجوری میخوندی. این آهنگ باید با لطافت کامل انجام بشه، چون آهنگ لطیفیه. باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی شاید خواب باشن. یه لحظه ببین این آهنگ ماه در میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. یه لطیف خونه دیگه داریم بین خواننده های ایرانی عزیز ما، فرامرز اصلانی. فرامرز اصلانی اگه این آهنگو قرار بود بخونه اینجوری میخوند: ما در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ما در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شماعی زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند. میگم ماه داره میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. میخواد چیکار کنه، باز آسمون رو تار کنه. ماه داره میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه داره میاد، ماه داره میاد، ماه داره میاد، ماه داره میاد. حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بر دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، مثل رویای تو خوابه. حالا اندی عزیز دیدیم خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه اینجوری میشد:
مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق روحی. اگه این آهنگو میدادیم دست خدا رحمتش کنه فریدون فروغی، اگه فریدون فروغی زنده بود، اونم به سبکش نمیخورد این آهنگ، ولی اگه زنده بود خدا بیامرز فریدون فروغی و این آهنگو میدادم بهش، اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماهی خسته من بذار تو دریا بمونه. مرسی. اگه خدا رحمتش کنه باز فرهاد عزیز، فرهاد اگه زنده بود این آهنگو میدادم بهش، اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. گنجشکک اشی مشی. روشون شاد. این آهنگ اگه میدادیم به ستار عزیز، I love his voice. ستار عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخونه: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون نتار کنه. هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم. سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. مرسی. اگه ویگن زنده بود، ویگن این آهنگو اینجوری میخون: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون اصلا مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون تا کنه. آخریش هم میدیم دست شهرام شب‌پره که اصلا به سبکش ربط نداره. شهرام شب‌پره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماهو بذارم تو چشات جایی که ستاره داری، منی که واسط میمیرم و کاری با هم نداری. هاری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن منی که واسط میمیرم. هاری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن من که واسه همتون میمیرم.